دوبله شده در استودیو جن. وای خیلی گشنمه. چجوری میتونی با این چیزای ناسالم اینقدر تو این حس و حال باشی؟ کدوم حس و حال؟ داری پرواز میکنی. تو به پرواز کردن من دقت میکنی؟ یعنی وقتی به من نگاه میکنی میتونی ببینیشون؟ راستش خیلی با دقتی. اصلا هم لو نمیدی. اصلا نفهمیده بودم اینجوری به هم نگاه میکنی. غذاتو بخور لروکس. هرچند هیچ ارزش غذایی نداره. حداقل یکم از این سالاد بخور. من تو خونه تو کدوم کارت دخالت میکنم لروکس؟ یه چیزی بگم واقعا خوشمزه است. باید یکم ازش امتحان کنی. تکونش نده، اگه بیفته تو سوپ من دعوا را میندازم. لروکس حداقل یکم بخور دیگه. یعنی یه مرد چطوری ممکنه یه زنو ببخشه؟ اگه خیلی دوستش داشته باشه. اگه باور کنه که دیگه دروغ نمیگه. آخه صبر کنین، پیدا کردم خودم. زن یا مرد، یعنی یه آدم اگه بترسه که آدمی که دوستش داره رو از دست میده همه کار میکنه براش. درست. اما دختر ما همیشه کنار دمیرخانه، یعنی تو خونه کنارشه، سر کار کنارشه، یعنی هر طوری باشه کنارشه. چطوری قرار از دستش بده؟ کی میخواد از دست بده؟ خب اگه یکی از جلوی چشمش لروکسو به دوستو ببره چی؟ سلام. سلام. بورا نیست؟ چند لحظه دیگه میاد. ما هم قبل از شما داشتیم یکم حرف زنانه میزنیم. خب دیگه لیلا، ما بریم چیزایی آماده کنیم بریم. لروکس کجاست؟ خونه موند، گفت کار داره. یعنی پیش دمیره؟ سلام بچه. سلام به همگی. چطوری نازنی؟ خوبم عزیزم، تو چطوری؟ منم خوبم. خوش اومدی. چطوری؟ بشین. خب روزتون چطور گذشت؟ همه چی عادی بود. شرکت رو به 2 قسمت تقسیم کردیم. من مدیر بخش معماری شرکتم و تو هم برمیگردی سر کارت. داداش این خیلی خبر خوبیه. داداش واسه تو هم خیلی خوشحال شدم. چطور؟ چرا خودت خوشحال نشدی؟ بورا دوره سخت دیگه تمومه، نیازی نیست دنبال کار بگردی، برمیگردی. داداش خیلی ممنون، سایت کم نشه. من امروز با خانواده حرف زدم. تو کارهای داداشم بازم مشکل پیش اومده مثل همیشه. اونا شنیدن که من از کارم جدا شدم. فرصتی گیرش اومده، برای همین یه مدت باید برم آنتالیا بهشون کمک کنم. جانم ببینم منظورت از یه مدت یعنی واقعا چقدر؟ برو جون عشقم خیلی معذرت میخوام، برای یه مدت دیگه، دقیقا نمیدونم چقدر. بیا لروکس، بیا بشین این تقسیم بندی زمانی مشخص کنیم. واقعا نیازه دمیر؟ یعنی تا این حد نمیخوای منو ببینی؟ اول باید این کارو میکردیم، چون توی خونه زندگی میکنیم نیازی نیست دائم همدیگه رو ببینیم.
همونطوری که بنیامین خان گفت زندگیمون زیادی با هم قاطی شده. الان هم از هم جداشون میکنیم. زود باش بیا. خوبه باشه، پس جدا بشیم. اگه برای تو اینقدر مهمه منم بهت اجازه میدم قانون بذاری. خیلی لطف میکنی، ممنونم. باشه شروع کن. استفاده از آشپزخونه. صبح زود بیدار میشم، برای همین ساعت 6 تا 7 برای منه. بعدش هم تو میتونی استفاده کنی. خوبه دیگه؟ شما ساعت 7:30 میخورم. وقتی من غذا میخورم تو میتونی از آشپزخونه استفاده کنی. جدا؟ یعنی من ساعت 9 شام بخورم؟ چی شده؟ یعنی سرخ کردن 1.5 ساعت وقت میبره. نه خیر، خورد کردنش طول میکشه. تو اصلا نگران نباش لروکس، چون من برات یه خردکن میخرم. تو 5 دقیقه میتونی حلش کنی. خب بریم سراغ هم. ساعت 7 تا 8 مال منه. اون ساعت صبحونه توه، نمیتونی از همون استفاده اما کنی. من که صبحونه نمیخورم. 10 دقیقه برای قهوه کافیه، بعدش راحت میتونم دوش بگیرم. نمیتونی همومو 1 ساعت اشغال کنی لروکس. منم میخوام دوش بگیرم. ای بابا، تو که 3 سود میری و میای بیرون، یه جوری میگه انگار 2 ساعت میخواد اون تو باشی. تو اینو از کجا میدونی؟ تایم گرفتی؟ نکنه منو میپایدی ها؟ چیکار کردی؟ نه یعنی حد زدم. دمیر، این کارت خیلی زشته، واقعا متاسفم. در ضمن خانم‌ها دوش گرفتنشون بیشتر طول میکشه. بهداشت، آرایش، دوش، از هیچ کدوم از اینا نمیتونم بگذرم. تا 7:30 همون برای منه، بعدش تو میری. در مورد سالن حرف نزدیم، اونم مشترکه. ساعت 9 تا 10 من تو سالن میشینم، تا یه جای دیگه. نظرت چیه؟ منطقیه؟ چرا که نه؟ بین ساعت 9 تا 10. خب راهرو چی؟ بین رفت و برگشت از پله یه زمانی تعیین کنیم، بالاخره اونجا تنگ خدایی نکرده با هم روبرو نشیم. اصلا ریسک نکنیم. اگه میخوای مسخره کنی من میرم. بالکن مونده، در مورد بالکن حرف نزدیم، اونجا هم مشترکه. کی از در استفاده میکنه؟ اگه بخوای من میتونم. اصلا نگران نباش لروکس، الان همه‌شو درست میکنم. دارم میرم کاغذ بیارم، جایی نری. دمیر، عقلشو از دست داده این بچه، دیوونه شده. آی آروم باش لروکس. یعنی تو الان جدی داری میری پیش خانواده‌ات؟ میری آنتالیا؟ متاسفانه عشقم. برو. تو چطوری همچین موضوعی رو بدون اینکه با من صحبت کنی قبول کردی؟ مگه من زنت نیستم؟ حق داری عشقم، اما تو که برادرمو میشناسی، هر کاری که میتونه انجام میده، خانواده رو تو شرایط سخت قرار میده. آدم باور نکردنیه. شب بخیر اوستا جون. میشه 2 تا به ما بدی؟ این دفعه چی کار کرده؟ این دفعه چی کار کرده؟ رفته یه عالمه وام گرفته. در ضمن مغازه رو دوباره باز کرده. الانم میگه دارم ورشکسته میشم. یعنی علاوه بر بدهی وام، بدهی مغازه رو هم داره. همشون رو هم انباشته شده. اونم دقیقاً زمانی که دوباره میخواستی کار کنی. آره دیگه. نمکو بده. یعنی من یه چند هفته‌ای باید برم ببینم چی کار میتونم بکنم عشقم، فهمیدی؟ حداقل اگه بتونم این مغازه رو راه بندازم، بدهکاریامون بیشتر نمیشه اینطوری. اصلا از این موضوع آنتالیا خوشم نمیاد. کسی که تازه ازدواج کرده چرا باید از زنش دور باشه؟ اونم دقیقاً زمانی که میخواستیم اسباب کشی کنیم و با هم زندگی کنیم. اما عشقم، اگه من آدمی بودم که به خانواده‌اش پشت میکنه، بازم منو دوست داشتی؟ وقتی با تو ازدواج کردم منم به خانواده‌ام پشت کردم. برو. بفرمایید. ممنون عشقم. اونو دیگه بده به من. وایسا، اونو بده به من. تو اینو بگیر. فردا همونطور که حرف زدیم شروع میکنیم. باشه، خونه با ما. خب البته اون طرف با ما. خب طرف کارم با من. از همه تو زودتر میرم شرکت. ببینین، لروکس اصلا نباید خبردار بشه. خب یعنی نباید یه دروغ دیگه به دمیر خان بگی. نباید اونو قاطی نقشمون بکنی. باشه عزیزم، فهمیدیم، نگران نباش. لروکس دمیر متوجه نقشه ما نمیشن. بله. آره، حتی
اگه مچمو دنی بگیرم نمیتونه اونو مقصر کنه چون لروکس از این خبر نداشته. دقیقاً، پس برای همه مفهوم بود. همه فهمیدیم، همه چی روشنه. ای به امید خدا دعا کنیم نقشمون بگیره. البته که میگیره، من مطمئنم. خیلی خوب، پس میبینمتون. همه تونو میبوسم، بعدا میبینمتون. خدا خسته نباشی. برو تو هم خسته نباشی، برو. خدا. الو سلام، میشه یه تاکسی برام بفرستین؟ ممنونم. فکر کردم رفتی؟ واقعا فکر کردی بدون اینکه بهت شب بخیر بگم از اینجا میرم؟ مشکلی نیست ابراهیم، یعنی هر طور که دلت میخواد میتونی رفتار کنی. اگه اینطوری راحت نیستی خب به خودت فشار نیار. چقدر دیگه میخوای به این ادامه بدی آیدا؟ به چی؟ مگه من دارم چی کار میکنم؟ این رفتارای دوستانه تو میگم. مثلا با من مثل برا رفتار میکنی، به جای اینکه بغلم کنی دست میدی. من دارم چیزی که تو ازم خواستی و انجام میدم. چرا اینقدر بهت برخورد؟ درسته، از تو یه چیزی خواسته بودم، ازت خواهش کردم یکم درک کنی. درک کردن تو اینه؟ من از احساساتم مطمئنم ابراهیم، اما به عنوان دوست دخترت از احساسات تو مطمئن نیستم. ببخشید ابراهیم، این کارت دلمو شکست. چرا میترسی دوستات چیزی بفهمن؟ در مورد من چی میخوان بگن که اینقدر ذهن تو به هم من نگفتم ذهنم به هم میریزه. پس چی گفتی؟ آیدا میدونی اصلا چی کار کنیم؟ وقتی آروم بودی در مورد این موضوع حرف بزنیم، چون من الان هر چی بگم تو باور نمی کنی. شب بخیر ابراهیم. همونطوری که گفتم تقسیم بندی ساعت استفاده از هر قسمت خونه اینجاست. اگه یادت رفت میتونی از اینجا نگاه کنی. خب دیگه حالا که این موضوع هم حل کردیم میتونیم درباره موضوع بعدی حرف بزنیم. حرفای منو شنیدی لروکس؟ نفهمیدم. چیزی گفتی؟ لروکس خواهش میکنم یکم اون موزیکو قطع کن. آی دمیر، یکم بی خیال شو، دست بردار. تو حرفای منو نمیفهمی؟ بعدا آهنگتو گوش میدی. حواست اینجا باشه. برو کنار. وای تو رو خدا اینا رو ببین، کاملا مشخصه تو مدرسه شبانه روزی درس خونی. جدول بندیشو ببین. برای اینکه جلوی چشمت باشه روی دیوار آشپزخونه میزنم و تو هم اینو رعایت میکنی. موقع نوشتن ازت پرسیدم، تو هم قبول کردی. من که گوش ندادم. میتونستی گوش بدی. باشه دمیر، حالا که برنامه رو ریختی و نوشتی آروم شدی. یه چیزی میخوام بگم، یه فیلم خوب پیدا کردم، یکم ترسناکه، با هم بریم ببینیم. ممنونم اما من نمیخوام. از این فیلم ترسناکتر وجود نداره. در ضمن هنوز کارمون تموم نشده، قراره درباره مهمون حرف بزنیم. مهمون آلارا؟ وای دمیر لطفاً ببین دارم التماست میکنم اون دختره نیاد به این خونه. اینقدر حالمو بد میکنه که این خونه برام مثل قفس میشه. تو رو نگران نباش دیگه نمیاد. باشه، قبلا هم هشدار داده بودی میدونم، اما تو هر فرصتی میاد اینجا، بازم میاد، از ما گفتن. آلارا رفته نیویورک، دیگه اونو نخواهید. واقعا میگی؟ واقعا دمیر؟ آی واقعا برام این کابوس شده بود. فردا برم رایگان یه خونه رو دیزاین کنم، به بچهای بی سرپرست کمک کنم، گرسنه‌ها رو سیر کنم. خدا رو شکر که رفت اون آلارای جادوگر آخیش. لروکس مهمونا باشه ببین اصلا دیگه واسه من فرقی نداره، هر کی میخواد بیاد، هر کی میخواد بره. کسی نمیتونه بیاد. بچه شرکت دیگه میدونن که با هم توی خونه زندگی میکنیم. نمیخوام وقتی صبح بیدار میشیم یا وقتی شب میایم خونه هم با همکارمون روبرو بشیم. باشه کسی نمیتونه بیاد. باشه صبر کن ببینم، یه لحظه صبر کن. یعنی دوستای منم نمیتونن بیان اینجا تا ابد؟ نگران نباش لروکس جون، وقتی موضوع خونه رو حل کردیم هر کسی که بخوای میتونی به خونت دعوت کنی. خب حالا که به توافق رسیدیم
من میرم بخوابم. شب. دمیر بله لروکس. این تصمیم متوقف کردن کارای یلدریم خان به خاطر موضوع آلارا اتفاق افتاد؟ یعنی بین تو و آلارا اتفاقی نیفتاده بود نه؟ چون یلدریم خان این هم از دست عصبانی شده؟ یعنی انگار یه اتفاقایی افتاده نه؟ دمیر تو و آلارا با هم رابطه نداشتین مگه نه؟ بی خود شیرین بازی در نیار. هنوزم از دست عصبانیم. وای لروکس از دست تو چی کار کردی؟ آخه این دیگه چه سوالیه؟ چرا همه چیو به هم میریزی؟ آخ دمیر چی کار کردی که این دختر اینقدر منتظرته؟ دوبله شده در استودیو جن. حتما انقدر اعصابش به هم ریخته که گذاشته رفته. هرچند دک کردن آلارا انقدر رام آسون نیست. تحویل بگیر. گیر داده به دختره. دختره گذاشته رفته، این هنوزم رو اون موضوع. سکیز دمیر کاری نکرده نه؟ شایدم چون به آلارا رو نداده گذاشته رفته. نظرت چیه؟ اما اگه رو نمیداد پس چرا اینقدر دنبالش راه میافتاد؟ پس حتما یه اتفاقی بینشون افتاده. بگو که نیفتاده. سکیز بگو چیزی نشده لطفا. نه نمیتونم اینو قانع کنم. رسما داره برای خودش میبره و میدوزه. آلارا و دمیر حتی نمیخوام بهش فکر کنم. پس فکر نکن لروکس. برو بگیر بخواب. تو داری حرفای منو گوش میدی؟ نمیذاری بخوابم. صدا تا بالا هم داره میاد. باشه الان میخوابم. فکر نکردم بهش راحته لروکس. آره راحته. فکر نکن لروکس. فکر نکن اصلا. فکر نکن دیگه. فکر نکن لروکس. لروکس یه روز از وقتی اومدم تو این خونه یه بار نشد به مشکل بیدار شد. بعد دیگه چرا دمیر بی اعصابه؟ خب مگه اعصاب میذاری براش؟ لروکس نمیتونم درسته حسابی از خواب بیدار شم. این در باز کن لروکس. لروکس تو این وقت صبح تو هموم چی کار داری؟ دیشب نگفتم همون تا ساعت 7 برای منه؟ خب دیگه ساعت 7:30. لروکس ساعت 6:30. تو این موقع از خواب بیدار نمیشدی. عمدن این کارو میکنی آره؟ چون فقط میخوای قوانین منو زیر پا بذاری و من عصبانی کنی. تا صبح به خاطرت نتونستم بخوابم. هی این بر و اون بر میچرخیدم تا اینکه بیدار شدم. ساعتو اشتباهی دیدم. اگه چیه؟ البته که همونطوره. ای بابا سر صبحی بازگیر نده. بیا همون مال خودت بودو. چیه؟ چرا اونطوری نگاه میکنی؟ کجا نگاه کردم؟ نگاه نمیکنم. قطعا همینطوره. اوف این چه وضعشه دیگه؟ اینجا رو کلا به سونه بخار تبدیل کردی. چشو نمیبینه. داخلیم اومدیم دختر. خوبه. فقط حواستون به دمیرخان باشه. هر لحظه ممکنه پیداش بشه چون صبح تو حیات رسم میکشه. چی میکشه؟ یه چیزی مثل یوگاست. خیلی خوب. پس یعنی یوگا هم کار میکنه آره؟ چی میگی فیروز؟ من اصلا نمیفهمم. زود باش برو سری اینو بذاریم بریم الان گیریم. باشه بریم. نوشتر یادتون نره ها. نه یادمون نمیره. نوشته همینجاست. شما که ننوشتین ها؟ ممکنه از خطتون بشناسم. البته که ما ننوشتیم. گل فروش نوشت. حالا کجا بذاریمش؟
خب جایی باشه که به چشم بیاد اما زیاد جلب توجه نکنه. خیلی خوب. میتونین مثلا بذارین رو میز. میگم بذاریمش جلوی در، اینطوری انگار یه رهگذر اومده اینو گذاشته و بعدش هم رفته. ها اینطوری خوبه. رو میز خوب بود، بذارینش همونجا. در ضمن بذار جوری باشه که انگار شناسه. اینطوری بهتره. زود باشین دیگه، الان گیر میافت. باشه ابراهیم، زهر ترک شدم. تو کی اومدی؟ کل شب نخوابیدم، اعصابم خیلی خورده. گفتم بیام قبل از اینکه بری سر کار ببینمت، اما اگه کار داری بعداً حرف بزن. نه کار ندارم، یعنی حلش کردم. قهوه میخوری؟ فیروزه، اون نوشته که روی کارت نوشتی اصلا به دل من ننشست. ببینم اون وقت چرا؟ دختر خوشگله، یعنی کسی عاشقش نمیشه. بذار دمیر بفهمه جز اون کسای دیگه هم عاشق لروکس ما هستن دختر. باشه، اما یعنی این حرفا خیلی چیز شده. یعنی چجوری بگم یعنی خیلی بیجا شده. بیجا بوده. من اونا رو از همه ابراز علاقه هایی که تو کل عمرم بهم شده بود نوشتم. این حرفا رو سال هاست که تجربهشو دارم. خیلی هم به درد میخورن، خیلی به درد بخورن. میبخشینا، اما منم کسی هم که بهترین رمانای عاشقونه رو خونده. عشق و غرور، آنا کارنینا، ناظم و پیرایه، کلاسیکا. باشه عزیزم، دفعه بعد خودت بنویس. باشه زود باش دیگه، اینقدر کشش نده. تو هم شنیدی؟ لیروکس رو آشپزخونه بریم. بیا. دمیر، شب چیزی خورده تو سرت؟ آی ناراحت شدی نه؟ طاقت نیاوردی سر صبحی واسه من گل سفارش دادی. نکنه وداد اومده اینو گذاشته؟ البته خب گفته وداد بخره بیاره. یاد داشته شبیه دستخط تو هم نیست. نکنه دادی وداد اینو نوشته؟ اوه چجوری میتونم از خجالت تو روش نگاه کنم؟ اشکالی نداره، تو بازم خیلی آدم بامزه‌ای هستی. تصمیم متوقف کردن کارای یلدریم خان به خاطر موضوع آلارا اتفاق افتاد؟ یعنی بین تو و آلارا اتفاقی نیفتاده بود نه؟ چون یلدریم خان این همه از دست عصبانی شده؟ یعنی انگار یه اتفاقایی افتاده نه؟ دمیر، تو و آلارا با هم رابطه نداشتین مگه نه؟ یعنی واقعا احساس گناه میکنی برای همین اینو خریدی؟ تو هم از اون مردایی هستی که بی خودی برای زناشون گل میخرن؟ نکنه اینطوری. آخ دمیر، آخ وای دمیر، خدا میدونه تو پاریس چه غلطایی کردی. اوف. خیلی خوب، سلام. برای جلسه دوم حاضرین؟ ای بابا، فقط تو رو کم داشتیم تکمیل شد. از دست تو ابراهیم، این یارو رو انداختی به جون ما. یه صبح تو رو هم به موقعش میرسیم. اما دمیر آیدا، من از این اتفاقا خیلی خسته شدم. خب میبینم که خسته شدی. انتظار همچین چیزی رو داشتم. میخوای ازم جدا بشی مگه نه؟ اینو از کجا در آوردی؟ من از تو جدا بشم؟ همچین چیزی امکان نداره، خیلی بد فهمیدی.
ابراهیم خب همش داری میگی خسته شدم. یعنی از این حرفا چه برداشتی باید بکنم؟ اتفاقای اطرافمونو میگم. یه روز بی اتفاق نداریم و هیچ کدوم به ما مربوط نمیشه. رازای دمیر و لروکس، موضوع ازدواج برا و مروه، همش تو زندگی کردن دیگران هستیم. من کی قراره با دوست دخترم تنها باشم؟ میشه اینو بهم بگی؟ اون دیگرانی که داری میگی دوستای منن ابراهیم. من همین الانم عاشق شدن و حتی درد عشق کشیدن نزدیکترین دوستمو ندیدم، میفهمی؟ آره ندیدی، اما نه به خاطر رابطه خودت. برای این نتونستی ببینی چون فکرتو با برا و مروه درگیر کردی. برای این که میونه براک و لروکس رو درست کنی نتونستی ببینی. اگه یکم عقب‌تر پای میستادی و زندگی خودتو میکردی الان همه چی رو واضح میدیدی. وقتی دوستام مشکل دارن نمیتونم عقب بشینم ابراهیم. آره سر صبحی باز نقشه‌هایی میکشی که تو درد سر بیافتی آیدا. ببین چیزیو که نمیدونی لطفاً در موردش حرف نزن. تو فقط 2 جمله شنیدی. ما واقعا سعی میکنیم کار خوبی بکنیم. از وقتی من با شما آشنا شدم همیشه سعی داشتین کار خوب انجام بدین، اما همیشه برعکس شده. سعی کن یکم عقب وایسی، رو کار و دوست به سرت تمرکز کن، رو ما تمرکز کن، جوری زندگی کن که زندگی تو رو بازیچه خودش نکنه. میتونی این کارو بکنی آیدا؟ ها؟ در مورد این فکر کن، اما خوب فکر کن. من منتظر میمونم. خب میبینم که از روز اولم بدترین. چی شده؟ دیشب چیزی شده؟ آره دمیرخان دارن خونه رو تقسیم میکنن، اینجوری صلاح دیدن. ساعتهای مشخص، مکانه مشترک، کی کجا باید باشه. حتی میگه مهمون نباید بیاد. سعی میکنم خونه رو قابل زندگی کنم بنیام. البته اینا همش حسه، حتی نمیتونه تو روم نگاه کنه. منم فکر میکنم از دستم عصبانی و نمیخواد با هم روبرو شه. نگو مشکلش چیز دیگه است. یه لحظه ببخشید منظور چیه؟ چه باید احساس گناه بکنم؟ خودت هم میزنی به اون راه. آفرین، من دیگه هیچی نمیگم. باور کردنی نیست واقعا. میبینین بنیامین خان هم مقصر هم پررو به این. چیز کنیم، یه لحظه بذارین اینا رو تک تک مرور کنیم. دمیر خان شما دقیقاً برای چی میخواین خونه رو تقسیم کنیم؟ برنامه زمانی هم داره. ببخشید الان اینطوری میگه، اما اون برنامه زمانی رو با هم سر این میز آماده کردیم. میخواد منو بد نشون بده. حالا چی کار میکنی؟ چی کار کنم عشقم؟ میرم خونه چمدونم رو جمع کنم. شب با هم دیگه حاضر میکردیم. خب برای چی خودتو خسته میکنی؟ نه شب نمیشه. برای شب یه برنامه خاص خوب دارم. نمیخوام شب وقتمون رو با چمدون بستن تلف کنیم. برا یعنی اگه بگی 1-2 روزه قبوله، اصلا بگو 1 هفته بازم قبوله، اما چند هفته خب خیلیه. مرمه جون حالا که دارم میرم دوباره باید در مورد اینا حرف بزنی. نازنین برو رو کار تمرکز کن، به این چیزا فکر نکن خواهش بابا میکنم. دست خودم نیست که فکر میکنم. درست وقتی که دختر رو داشتن برای عروسی برنامه میریختن، وقتی براک خونه خودش رو داشت برای ما دیزاین میکرد، تو داری میری. عشقم منم خوشحال نیستم که دارم زنمو تنها میذارم و میرم. منم ناراحتم اما میام. باشه؟ باش. ها؟ یکم بخند ببینم. بخند ببین شب با دستای خودم برای تو یه سفره فوق‌العاده و رمانتیک درست میکنم که باید بیای و ببینی. حالا میبینی. باش. خب دیگه من برم. به بچه ها سلام برسون. باش. بخند. صبح خیر دمیر خان. منم عزمیه. توی عزیزم فکر کردم دمیر خانه. آخه اونم زود میاد زهره ترک شدم. گفتم الان اینا رو میبینه آبرومون میره. خب مگه چیه؟ مگه هرچی میاد شرکت رو تحویل نمیگیری؟ به خاطر اون نیست، دارم سعی میکنم یادداشتایی که قراره روی گلا بذاریم و بنویسم. بده ببینم چی نوشتی. هنوز چک نویسن اما بگیر بخون.
عزمیه جون، میگم اینا یکم چیز شدن. چی؟ خیلی زشت. به خاطر غلطی که تو کردی همه چی به هم ریخت. نمیدونم چطوری باید تمیزش کنیم. دوستانه مینویسم سرد میشه، مشتاقانه مینویسم مستهجن میشه. واقعا که چطور صمیمی بنویسی ها؟ بیا خودت بنویس. بفرمایید. ممنونم. بگیر. بده. چه گل قشنگیه. گل دیگه، معنی دیگه ای نداره. کارتم هست. تو این برنامه یه مشکلی هست. آره، اون برنامه خودش مشکله. نه این که برنامه نوشین کار درستی، اما اینجور چیزا شما رو از هم دور میکنه. رابطه بینتون رو ضعیف میکنه و همدیگه رو هرگز درک نمیکنیم. به نظر من ما همدیگه رو خوب درک میکنیم. مشکل اینه که خودشونو به نفهمی میزنن. من فهمیدم. من خیلی واضح فهمیدم، نگران نباش. میشه بدونم شما چی رو فهمیدین؟ بی خیال تو رو خدا، اینا دیگه قدیمی شده، خیلی کلیشه‌ایه. بنیامین خان دارین چیکار میکنین؟ اون برنامه زمانی که دستتونه خیلی... ما اول سعی میکنیم احساسات بینتون رو حل کنیم. به نظرم اصلا وارد اون بحثا نشیم، چون اون بحثا به جایی نمیرسه. طرف زندگیش اینه که سیگنالای نامشخص بفرسته. دوست من، بی خودی تلاش نکن، سیگنالا به جایی نمیرسه. با منی؟ خب دوست من، چه سیگنالای نامشخصی میفرستین؟ بینمون فاصله ایجاد میکنم. سیگنالی از این واضح تر داریم. اون داره سر به سر من میذاره. مثلا دیشب تو آشپزخونه خیلی آروم داشتم غذا آماده میکردم. اومد مانع کار کردم، قاشقو برداشت، مثل بچه‌ها فرار کرد رفت. شما چی کار کردین؟ چی کار باید بکنم؟ البته که رفتم ازش گرفتم، فاصله من باهاش حفظ کردم. خوبه، خیلی خوبه. ببینین دقیقاً مثل حیوان درنده. شکارتو دنبال کن، گیرش بنداز، بگیرش و جایزتو بگیر. دقیقاً مثل یه چیتا. شما چی لروکس خانم؟ این قاشق معنای خاصی داره؟ میخواین بگین قاشقو میدم ملاقه رو میگیرم؟ میخواین یه پیام خاصی رو بهش بدین؟ نه بابا، چه پیامی؟ همه چی رو از هم جدا کرده. اون قاشق هم برای من مگه یه جورایی خاصه. اونو از شهر خودمون آوردم. اون شمشیر. قاشق شمشیر؟ آره، من تو آشپزخونه از این قاشق‌ها استفاده میکنم. منم یه مغازه قاشق فروشی میشناسم تو کاراکوی. 3 تا بگیری یکی رایگان میده. خیلی ببخشید، اما تا جایی که فهمیدم جلسه امروز دیگه تمومه. حالا که رفتین تو بحث شیرین قاشق چنگال، من میرم شرکت. شما چرا عصبانی شدین میخوان؟ چرا؟ ببینیم، من برنامه آماده کردم که به نظرم منطقی تره. 3 تا تکلیف واسه امشب داریم. شما اینا رو انجام بدین، بعدن دوباره با هم حرف میزنیم. باشه؟ بعدن یه نگاهی. یه لحظه اون فقط مال تو نیست، بده. نه بابا، چون اینم حد زده بودم یه کپی هم آوردم. بفرمایید اینم برای شما. دوبله شده در استودیو جن. روز بخیر. اینا یادداشتاییه که برا برام نوشته. یادداشتایی که همراه گل و هدیه بوده. یادداشتایی که تو کیفم، جیبم و کشوی میز کاریم میذاشت. نیومده اینجا قهوه بخوره، فقط برای اینکه با من روبرو نشه. به هر حال که میای شرکت. البته خب چون ناراحته، اما من به کل اکیپ هم گفتم که تو قسمت من قوانین شما کارساز نیست. واقعا؟ چشم تو چشم میشین تا وقتی که همه چیزا فراموش کنین همینطوری همدیگر رو نگاه میکنین. منو ببین، لروکس از اون خونه با لباسای عروس و دست و دست شوهرش میذاره میره و تو هم همینجوری باید نگاش کنی. چشماتو باز کن. چی شده پسر؟ بیا ببینم. چیزی نیست، بخیر.